عرض سلام به حضور بینندگان عزیز برنامه و به شما آقای دکتر ابراهیم. خوشحالم که باز و هنوز فرصتی هست که با شما درباره موضوع انحطاط که یک گفتار پیشین رو هم به اون اختصاص دادیم گفتگویی داشته باشیم. من برای در واقع تقریب ذهن بینندگان و برای پیدا کردن یک مدخل خوب به این بحث فکر کردم که شاید بد نباشه که تاریخاً عقب بریم و ببینیم که نخستین باری که در فکر فلسفی و به خصوص فلسفی سیاسی بشر این مفاهیم مطرح شدند لااقل در جهان غرب کجا میتونه باشه و چه مباحثی مطرح شده. حالا برای ورود به این بحث فکر کردم که اینجور سوالم رو مطرح بکنم. اگر که ما بریم کتاب‌های درسی رو که برای بچه‌های مدرسه می‌نویسن ببینیم، یا اگر که به آگاهی عمومی رو رجوع بکنیم که خیلی وقتا اطلاعات عمومی مختصری درباره مسائل تاریخی دارند، یونان رو و تمدن باستانی اون رو به عنوان یکی از نقاط اوج، یکی از درخشش‌های بشری میشناسند و میدونیم که در طول تاریخ هم این شهرت حالا بالا و پایین میگرفته ولی همواره به نحوی برقرار بوده. یعنی غیر از کسانی که دشمن تمدن یونانی بودند، مثلا چون مسیحی بودند و اونو در واقع کافرانه می‌انگاشتند، دیگران در طول مدت بیش از 2000 در تاریخ غرب این تمدن رو می‌ستودند و معمولاً بر اوج تکرار ناپذیرش و بر اون کیفیت طلایی یا به عصر طلایی تمدن یونان و غیره تاکید می‌کردند. با این وجود هر کسی که درباره یونان مطالعه‌ای بکنه، یعنی از این شنیده ها و جست گریخته دیدن و شنیدن ها فراتر بره، متنی بخونه و اینا، متوجه میشه که در درون جامعه یونان یک کسانی اینطور فکر نمی‌کردند. یعنی در خود اون عصر طلایی که ما امروز نشستیم و از بیرون بهش میگیم عصر طلایی، یک کسانی دارن زندگی میکنند و اینجا و اکنون خودشون رو اتفاقا چندان هم طلایی نمیبینند. انتقادات خیلی خیلی وحشتناک بهش وارد میکنن و بعضی از اون به اصطلاح بخشی از اون پویایی این تمدن یونانی باستان که برای کسانی از قبیل هگل هم جالب بود اصلا توی اینه که چقدر افکار متضاد و متخالف وجود دارند و میتونن با هم دیگه در واقع حالا گفتگو، دیالوگ و دیالکتیک داشته باشن. آیا در بین این متفکران یونانی که متعلق به همین عصر طلایی باشند کسی رو سراغ داریم که درباره مفهوم انحطاط صحبت کرده باشه، یا اینکه لااقل انتقاداتی رو به جامعه یونانی زمان خودش وارد کرده باشه چندان شدید که گویی به نظر میاد که او فکر میکنه که این جامعه رو باید از نو ساخت، یعنی یه انحطاطی رو انگار داره مفروض میگیره و فکر میکنه که این چندان ویرانه که باید از نو ساخته بشه. آیا همچین چهره‌ای رو سراغ داریم؟ یه نام‌هایی به ذهن من میاد ولی دوست دارم که نظر شما رو بدونم. بسیار سپاسگزارم. من هم عرض ادب و ارادت دارم حضور حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه ایران بر دیوان. در پاسخ به این پرسش من به طور مشخص به 3 نام اشاره میکنم. البته گمان میکنم به این فهرست میتوان افزود، ولی فعلا ما بحث رو در واقع در همین حدود سعی بکنیم که در واقع حفظ بکنیم. یکی خاکریشه پیدایش تفکر و تعقل یونانیست، یعنی افلاطون. یکی هم گزنفونه و دیگری هم توسیدید. یعنی هر یک از این 3 متفکر گمان می‌ورزند، تأکید میکنم گمان می‌ورزند، این یک یقین نیست، اما احساس میکنن که در واقع جامعه یونانی رو به افول و انحطاط داره حرکت میکنه. دموکراسی آتنی درست کار نمیکنه، آلوده به فساده و خصوصا ماجرای سقراط در واقع یک عیاری بود برای نمودگاری و ظهور این فساد که به هر حال اکثریتی شخصی رو به جرم
اینکه تفکر انتقادی و مخالفخوان دست کم پرسشگرانه پیشه کرده بود، به محکمه بکشن، محاکمه بکنن و بعد از اون در واقع اپولوژی منشور در واقع حکم به اعدام بدند و داستان جام شکران همین اون چیزی که در واقع تاریخ فلسفه بعد از پایان عصر سوفسطایی در واقع از اونجا آغاز می شود. ببینید ببخشید مقصودتون اینه که سقراط آمد و به اون تعبیری که دربارش به کار میبرن مثل یه خرمگسی انگار مزاحم میشد به در واقع این نظم موجود و پرسش های گزنده ای رو مطرح میکرد، انتقاداتی رو ایجاد میکرد و این جامعه تصمیم گرفت که آقا ما این صدای اصلا از شر این ماجرا خودمون خلاص بکنیم. حالا مقصود شما اینه که متفکرانی مثلا مثل افلاطون که شاگرد سقراط بودند تکان روحی خوردند از این قضیه و گفتند که چه اتفاقی در جامعه ما افتاده که شخصی مثل سقراط به این سرنوشت دچار میشه. دقیقاً. علاوه بر این که در واقع انسان یونانی یا بهتر بگم شهروند دولت شهر آتنی به هر حال در یک جامعه گشوده‌ای زندگی میکرد. تجارت بود، دریانوردی بود، آشنایی با انساب و مردمان گوناگون بود. این موجب میشد که در واقع در باب آنچه که هست شکاکیت و تردید بتونه پا بگیره. حالا در ذهن همگان نه، ولی در ذهن به هر حال انسانی که به قول نورتون فرای تخیل فرهیخته دست کم داره، این اتفاق نظیر افلاطون، نظیر گزنفون، نظیر توسیدید میتونست بیفته. در واقع آنچه که ما تاریخ فلسفه میشناسیم از شکاکیت رادیکال به معنای بنیاد اندیش در باب نظم موجود هلاس، این تمدن یونانی آغاز میشه. اصلا ما به روال داریم زندگی میکنیم یا این که در واقع در چنبره فسادیم، در اوج انحطاطیم و خودمون خبر نداریم. اصلا این کلمه خودآگاهی که ما به کار میبریم به یک و قانون دقیقه سقراط بود، دقیقاً یک پدیده یونانی به این اعتبار، چون انسان یونانی به انحطاط خودش پی برده. اون چیزی که اتفاقاً یونانیان رو به راستی و الحق متمایز میکنه، وجه ممیزه به ایشان میبخشه، این است که اونها تبهگنی درونی خودشون رو میفهمیدن و بعد این روال در تمدن غرب ادامه پیدا میکنه. تمدن غرب تمدن خوداندیش در باب بحران و ظرفیت انحطاطه. به همین دلیل من یه پرانتز کوتاهی در واقع باز بکنم. شما میدونید در اواخر قرن 19 یه مکتب ادبی در فرانسه پیدا شد به نام دکادانس. بله، انحطاط. مکتب انحطاط. یعنی حتی این تلقی وجود داره که اگر ما در باب تباهی با دقت و با ظرافت بیاندیشیم، شاید از خود تباهی یک پدیده والا بتوان بیرون کشید، مثل پنیر گندیده که اتفاقا گند اگر درست بگندد یه چیز خوش‌طعم خاصی بیرون میاد. در حقیقت آن چیزی که داره در اندیشه افلاطون اتفاق میفته به یه وجهی شبیه این ماجرای دکادانس اواخر قرن 19 همه. یعنی میگوید یونانی تباه اتفاقا چون شکوهمنده. اگر شما تلقی از شکوه نداشته باشید، ظرفیت اندیشیدن به مدلول انحطاط که به وجود نمیاد. بله. خب ما در یکی از گفتارهامون فکر میکنم اصلا در اولی به این موضوع اصلا اشاره کردیم که فلسفه یعنی تفکر به معنای اخص که بهش میگیم تفکر فلسفی که یکی از شعب تفکر به معنای عامه پدیده یونانی و به این موضوع اشاره کردیم که این ناشی از اندیشه یونانی درباره تبهگنی و انحطاط وضع موجودشه. و حالا شما برای ما 3 تا چهره رو نام بردید: افلاطون، گزنوفون یا کسنوفونس و توسیدید یا توکودیدس. میخوام که فهرستوار به این موضوع بتونیم بپردازیم، لااقل که هر کدوم از اینها وقتی که تیغ خودش رو متوجه
در واقع این پیکره جامعه یونانی میکنه در کجای این آثار انحطاطی دیده که میخواد اون رو بکنه یا برتراشه یا بهش توجه بده. اول از همه افلاطون. خب گفتیم که ماجرایی که بر سر سقراط رفت او رو خیلی تکان داد. گفتیم که او به این نتیجه رسید که این جامعه‌ای که این جور چیزها توش میتونه اتفاق بیفته جامعه بیماریه. از اون طرف میدونیم که یه کوشش بسیار بلند پروازانه کرد برای اینکه یه جامعه ایدئال یا مطلوب یا مدینه فاضله‌ای رو هم به اصطلاح معرفی کنه که در اون رساله جمهور بهش پرداخته. حد فاصله این دو، یعنی آنچه هست، این آتنی که امروز هست و چون این تباهه که سقراط کسی رو اعدام میکنه و اون جمهور ایدئال افلاطون، این آدم یه فکری کرده که از اینجا به اونجا برسه یا این اصل رو به اون باید در واقع متصل بکنه. اونو اگر بتونید خیلی خلاصه ما بگید چیه ممنون میشم. بسیار سپاسگزارم. خیلی در واقع دقیق شد که ما ببینیم افلاطون چه چیز رو میدید، چه چیز رو نمیخواست. افلاطون نظم در جهان ایرانی رو میدید و دموکراسی آتن رو نمیخواست. خب یعنی افلاطون معاصر بود با شاهان هخامنشی. بله. و خبر عظمت ایران و اون حکومتی به گوشش رسیده بود و اون چیز رو میدید و با دموکراسی آتنی هم که بهش میانه خوشی اصلا مینازیدند و مینازند هم میانه خوشی نداشت. خب چه چیز این دموکراسی آتنی رو که در جنگ‌های نظامی هم موفق شده بود علیه اون امپراتوری هخامنشی به اون عظمت ایستادگی کنه، چه چیز اون رو ناخوش یا بیمار یا تبهکن میافت؟ یک کلمه است: ظرفیت بی‌بدیل برای تیرانی، جباریت. ببینید ما معمولاً در فلسفه سیاسی این احساس رو داریم که جباریت ناشی از یک فرد خودکامه نابابی است. افلاطون جباریت دموکراسی رو میدید، در صورتی که افلاطون میگه بله ما افراد خودکامه هم در سیطره های سیاسی داشتیم و داریم و خواهیم داشت، اما فسادی که در جباریت اکثریت هست اصلا و ابدا شما نمیتونید اون رو با خودکامگی یک سیاست پیشه ناباب یا یک پادشاه چیرگیجو بردارید مقایسه کنید. چرا؟ میگه که کهانت مقدمه سلطنته. کاهنشاه خب یه میلی هم به خودکامگی داره از باب کرامات و اتصال به آسمان و این قبیل مقولات. چنانچه این مشروعیت از طریق اندیشه شکاور متذبذب بشه ماجرا به پایان رسیده. اما جباریت ملهم از آرای اکثریت چون از ابتدا افسون زدوده است، دگربار افسون زدایی نمیتوان ازش کرد. خیلی قویه. خب یعنی استدلالی که بعدها به نحو دیگر ارسطو، مونتسکیو تا هانا آرنت و اینا تکرار کردند در واقع ریشه در اندیشه افلاطون داره. اینکه یک نفر رو ما میتونیم مشروعیتش رو زیر سوال ببریم، دقیقاً، ولی مشروعیتی که از افکار عمومی و از چیز جمعی حاصل شده باشه نمیشه زیر سوال ببریم. و چون اینها در اکثریت هستن زور کسی هم بهشون نمیرسه و بعد مشروعیت داره. ببینید شما مبنای مشروعیت رو یا باید بگذارید بر کرامت، بله، یا باید بگذارید بر یک مقوله کارآمدی حاکمیت، بله، یا باید بگذارید بر اینکه مشارکت در میان هست. بله. ببینید کارآمدی هم یه موضوع قابل شک و تردیدیه. مثال عرض میکنم، شما در همین ایران باستان کوروش هخامنشی رو دارید، بعد هم کمبوجیه رو پیدا میکنید، بعد هم گاومات موقع پیدا میکنید. این میتونه به اونجا هم برسه. بله. یعنی از اوج کارآمدی به اوج ناکارآمدی و فساد و اصلا حقه و دغل و همه اینها هبوط بکنه سیاست. پس کارآمدی هم یه امر همیشگی نیست. الان یه فرانسوی از خودش میپرسه چی شد که ما از فرانسوا میتران رسیدیم به امانوئل مکرون. خوش شده دیگه. این اتفاق الان در غرب واقعا خیلی از عقلای قوم
اونجا هم این سوال از خودشون پرسن که چطور ما از اون چهره‌های کارآمد به این چهره‌های ناکارآمد که از آراء عمومی هم از طریق دموکراسی هم رسید، به هر حال انتخابات شده، آرا هم آزاده. حالا این حرفایی هم که میگوین دستکاری ها و مغزشویی ها و نه این که نیست، ولی به هر حال امکانهای فهم و تعامل و تفهم هم به هیچ وجه کم نیست. بنابراین افلاطون یک مسئله ماهوی در سیاست درک میکنه که تا زمانه ما اعتبار خودش رو حفظ کرده. مبنای مشروعیت در رأی نیست، در عقل، و این عقل اصولاً مقوله سرآمد انگاره. حالا خاطر افلاطون نخبه گرا میشه. بله دقیقاً. این سرآمد انگاری که در اندیشه افلاطونی است، حالا تیغ دو لب است، میتواند میل به این داشته باشه که ما در واقع اون حکیم حاکم، اون در واقع فضیلت درست حکومت کردن رو داشته باشیم، عقلانی کردن مناسبات که حالا به نفع همگان هم است، یعنی خیر اعلا رو در واقع داره تعقیب میکنه، یا اینکه بعد از مدتی مسخ سیاست اتفاق بیفته، به نام فضیلت کوتوله های بیان که ادای در واقع اون حکیم حاکم رو در بیارن، یعنی جامعه او رو بپوشن در حالی که اون ماهیت رو ندارن. خب ممکنه این اتفاق هم بیفته. با همه این احوال افلاطون یونان، یا به طور اخص حالا همه این هلاس، آتن هم نیست، به طور مشخص دموکراسی آتنی رو منحط میدونه، ذاتاً منحط میدونه. و یه چیز مهم این که ما از میتوس بنا شد که به لوگوس گذار کنیم، کردیم از تفکر اساطیری، از تفکر افسانه‌ای بیاریم به تفکر عقلانی، کردیم این کارو. آنچه که در میان مردم مؤثره واقعا عقل یا حکایت. شاعران در مردم نافذن یا زعمای صاحب خرد. چه چیز مردم رو متقاعد میکنه؟ مشهورات و مسلمات، نه بحث عقلی در باب ماهیت امر سیاسی. و به همین دلیل شما میبینید که ابونصر فارابی که به او میگوین معلم ثانی، در واقع به رغم این که حالا ارسطو معلم اوله و فارابی معلم ثانی، اما بیش از هر چیز در امر سیاسی فارابی به افلاطون نزدیکه و معتقده که در رسالة الحروف حتی پیامبران از رهگذر حکایت نه عقلانیت مردم رو متقاعد میکنن. یعنی به نوعی خدعه، یا به قول حکیم رازی فیهی الانبیا و المتنبئین، حالا یک بار نقض نبوت، یک بار نقض متنبی، آن کسی است که خود را شبیه به پیامبر میکنه یا خودشو به قول حضرت علی پیامبر جا میزنه. افلاطون میگه که این ماهیت ثابت امر سیاسی است. اگر یونان در این مسیره پس منحطه. خب حالا یه چیزی، نقد افلاطون به دموکراسی و غیره رو که الان باهاش آشنا شدیم، فرمودید که یه نظری داره به ایران، به اون ساختار سیاسی پرشوکتی که دموکراتیک هم نیست. بله، یه کس دیگری در یونان باشه که این کسنوفونسه یا همین گزنوفون چنان که فرانسوی ها میگند، او کتابی بینویسه به نام کوروپایدیا، یا حالا به چی ترجمهش بخوایم بکنیم دشواره، تربیت کوروش یا کوروش نامه یا هر چیزی از این قبیل، و یه پیشنهادی میده در اون کتاب که حکمران خوب و سلیم و حکمرانی نیکو و سلیم چگونه باید باشه. آیا او هم انحطاطی در جامعه یونان میدید؟ و حالا زیاد در این مورد بحث کردم که اون کوروشی که کسنوفونس ازش صحبت میکنه اصلا کوروش تاریخی نیست، یک الگوی ذهنی است، و حالا به این بحث های تاریخی شما کاری نداریم. چی در جامعه خودش میبینه که از یه حاکم خارجی میخواد الگویی بسازه برای تربیت حکمران نیکو؟ نکته بسیار مهمی. من از همین قسمت آخر فرمایش استادی گیریم که کوروش اصلا یک موجود انتزاعی مثل زردوشی که بر عنوان کتاب فریدریش نیچه آمده. بله.
جغرافیا نداره، یعنی از عالم غیب که فرو نیفتاده، انباشتی از معرفت، آگاهی های تاریخی این الگو یا این پارادایم رو برای تشخیص یک دیاگنوستیس امر سیاسی ساخته. گیری مثلا کوروش وجود خارجی هم نداشته، ولی جغرافیای فکری که داره. این نکته هم آنچه که گزنفون در واقع در عالم یونانی میبینه عبارت است از پریشانی در امر تصمیم. میگه که ما یونانیان مشکل داریم در این چیزی که انگلیس ها decision making، مسئله تصمیم پردازی سیاسی نامگذاری میکنن. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. بله ممکنه در فلان جنگ هم بر یک امپراتوری قدر قدرت صاحب شوکتی مثل هخامنشی یا بعضا حکومت‌های دیگری در اون منطقه فائق بیاییم، اما قادریم امور خودمون رو به سامان در بیاریم به گونه‌ای که مثلا برای یه دوره زمانی 25 سال، 50 سال، 70 سال این روال بماند و یه ثباتی بده. فضیلت در ثباته، فضیلت در دگرگونی‌های پیاپی نیست. این فضیلت در اینه که شهروند هر روز مجبور نباشه فکر کنه به این دقیقاً، یعنی بتونه زندگی بکنه. یعنی گزنفون یه چیزی رو باز در فلسفه سیاسی از طریق مقایسه یونان و ایران میبینه که دو به همین امروز به اعتبار خودش در فلسفه سیاسی ادامه داده. اصل ثباته. ببینید در روانکاوی میگن بنیان آسیب بشر رپتیسیون، تکراره، و در واقع کنستانس، وضعیت ثبات، اون چیزی است که شما میتوانید به عنوان گفتاره سلامت روان، سلامت نفس ازش یاد بکنید. ثبات چه عناصری داره؟ از کجا برمیاد؟ قدرت تصمیم، قدرت مسئولیت پذیری، تداوم و پذیرش در نیروهای موجود اجتماعی، و اینکه شما این مشروعیت رو بتونید باز تولید بکنید بدون که مدام بخواید لابی کنید، یارگیری کنید و در اثر این یارگیری های سیاسی گروه های متفرق و متخاصم المنافع شکل بگیرن. گزنفون اینا رو میبینه و میگه با این وضع ما یونانیان داریم کجا میریم؟ خیلی تا کی میتونه این وضع ادامه داشته؟ خب حالا از تفکر انتزاعی تر افلاطون بیایم به واسطه کتاب کروپایدیا برسیم به تاریخ عینی نگر یونان به خصوص آتن. توکودیدس یا توسیدید در اون کتاب عظیم تاریخ جنگ پلوپونزی راوی انحطاط عینی است که برای اون جامعه یونانی و برای اون آتن اتفاق میفته. یعنی در واقع توکودیدس داره به صراحت میگه که همه چیزهایی که تا حالا گفتید باشه، ولی این اتفاقی که داره میفته اینه که ما بلند شدیم رفتیم تا سیسیل، شکست مهلکی خوردیم. یعنی این ناوگان دریایی آتن که به قدرت و اعتبار خودش مینازید و تقریبا میشه گفت تمام یونان رو به نفع مطیع و منقاد خودش کرده بود و فراتر رفته بود تا ایتالیا، تا سیسیل هم رسیده بود، با اعتماد به نفس میره که سیسیل رو در هم بکوبه و خودش در هم کوفته میشه و برمیگرده. و توکودیدس خودش توی این ناوگان آتن داره میره داره میاد و شاهد عینی این وقایع. او راوی و شاهد و در واقع گواه عینی است بر این انحطاطی که به رغم اون دموکراسی برای آتن اتفاق افتاد. او چه فکر میکنه درباره این انحطاط و غیر از اون چه که در طبع بشر میبینه، حالا که زیادم بهش اشاره میکنه که طبع بشر مایل به اینه و مایل به اونه، دیگه چی میبینه که فکر میکنه که باعث شد که یونان به خصوص آتن به اون نقطه حضیض انحطاط خودش بیفته و بعد از اون دیگه میدونیم که قدرت رو هم به لحاظ تاریخی از دست داد و بار بار پایمال نیروهای گوناگون شد. توکودیدس چی میدید در جامعه آتن؟ چه دشوار است جا کردن زنبورهای درشت خیال در کندوهای تنگ واقعیت. توسیدید اینو در جامعه یونانی میده، لقمه بزرگتر از دهان برداشتن. یعنی ما مبانی و مبادی آیین قدرت رو نداریم، منابع پراکنده است، نیروهای انسانی در همون مدینه آتنی اندر تعارضن
و گمان میکنیم تعارض رو میتوان با جنگ و فتوحات نظامی چشمگیر در واقع مرتفع کرد و اونجاست که در واقع شکست نهایی رو میکنیم. پس تنظیم منابع، نظام حاکمیت و تداوم درونی میراث توسیدید برای تاریخ شعور سیاسی است. یعنی اینکه امروز هم گفته میشه مکرر در مورد دولت‌های مختلف که میخوان از طریق جنگ افروزی در خارج و سیاست خارجی پرتنش مشکلات داخلی خودشون رو سرپوش بگذارند. این رو در مورد آمریکا میگفتن، در مورد شوروی میگفتن و اینا. در واقع این کشفی است که توسیدید اینو کشف میکنه که شما اگر بحران دارید واقعا بحران دارید و این بحران چیست؟ عدم امکان تداوم میان حاکم و محکوم. حالا شما این رو علاج نمی کنید، میگی با هم جمع بشیم بریم به فلان سرزمین، یکی دو بار جستی ملخک ممکنه بگیره. اگر دشمن قدر قدرتی انتظار شما رو بکشه و منسجمتر از شما باشه یا حتی این تعبیر رو هم داره وحشیگری رو بقای خودش بدونه، اون زمان شما تاب نخواهید آورد. حتی ممکنه از نظر مبادی سیاسی از شما ضعیفتر باشه، کما که اون مردمانی که در جزیره سیسیل میزیستن به پای آتن نمیرسیدن، اما دعوا رو بقای خودشون میدونستن. اونجا در واقع این جریان در هم شکسته میشه، در واقع آتن سقوط میکنه به معنای واقعی کلمه. در حقیقت این که شما قادر باشید درون جامعه و کشور خودتون مبادی اتصال ملت به دولت رو فراهم بیارید بدون زیاده خواهی هایی که از طریق گسترش پذیری میخواد خودش رو در واقع توجیه کنه. امروز میگیم اکسپانسیونیسم، توسعه طلبی به اصطلاح. این در واقع منجر میشود به یه بحران و سقوط اگر این توسعه طلبی پیشه بشه. چرا؟ یه مرحله توسعه طلبی به نظر توسیدید معنی داره وقتی که شما نیاز دارید به یه پیروزی سریع، اما اگر بجنگید برای اینکه بحرانتون رو به بیرون صادر بکنید به اون مقوله اکسپانسیونیسم، اینجاست که در واقع دیگه ما دچار انحطاط نیستیم، سقوط قطعی اتفاق میفته. جان که برای آتن اتفاق دقیقاً. حالا اندیشه توسیدید به یک نوعی ارث میرسه به اشپنگلر و متفکری که کوشش کرد اندیشه های او رو عامه فهم بکنه، آرنو توین. میگویند تمدن‌های بزرگ به مرگ طبیعی نمیمیرند، خودکشی میکنند به 3 دلیل: توسعه طلبی، عدم رعایت دیالکتیک نیاز و آرزو درون جامعه و از همه اینا مهمتر تن در دادن به عوام. اینها فلسفه سیاسی رو دفن میکنه، آیین قدرت رو دفن میکنه که از بحث‌های چپ و راست و اینا خیلی فراتره. آیین قدرت رو به اینا نمیشه فروکاست. خیلی متشکرم. من امیدوارم که در یک گفتار دیگری بتونیم بحث انحطاط رو در دوران کلاسیک به اصطلاح ادامه بدیم، این بار با مضمون امپراتوری روم. البته. سپاسگزارم.